دخترها من 100 دفعه گفتم حتی اگه طالبات تغییر کنن باید مبارزه کنن. تا حدی که جان داشته باشیم مبارزه میکنیم. مادرای ما هم قسم مبارزه میکردن، امروز ما مجبور نبودیم دوباره تکرار کنیم. دختره که ما برد اینا رو مشروع کنم. تلویزیونا زیاد نریم، مصاحبه نکنیم. دخترها خیلی زیاد آمده. سلام. من نی تغییر نکرده، نی زمان تظاهرات ترکه، نی مکان چون به نظر کافیه. ولی متاسفانه دنیا پشت ما کاری کرده. ولی استفاده کننده من اصلا امنیت احساس نکنم وقتی یه خواهد خاموشی حاجب رست نرساید.